السلام علیکم داملای شیرین سخن. مادر من میگوید که سحر بر وقت خیستی اول دروازه را بگشا، فیض و برکت در خانه امان عطا می شود. بسیار سخنی خوب گفتند. سحر بر وقت خیستن این عادت هر یک مرد مسلمان و زن مسلمان است. سحر که امیر صبح که دمید، وظیفه هر یک مرد مسلمان و زن مسلمان این است که از جایگاه خواب بسم الله الرحمن الرحیم گفته خیزند و به سوی حمام روان شوند از پی طهارت و از پی عبادت سحر. این البته عادت گوییم یا این گوییم وظیفه هر یک مرد و زن مسلمان است. سحر خیزید، دروازه تان کشایید، البته فیض و برکات در خاندان شما نازل می شود. لیکن دروازه را کشایی و خواب کنی نماز تن خوانی، اینجا بلا و آفت می آید، فیض و برکت نمی آید. دروازه کشاده هم که باشد از خدا نترسی، دروازه کشاده هم باشد تو به حرام های پروردگار اگر اطاعت پروردگارش باشد. ولی سحرها میگذره، مثال گوییم بر وقت که میخیزیم نظر میکنیم، مثال اکثر مردم خوابند. بعضی خانه های را میبینی که خدا را شکر که خدا ترس که هستند، میبینی الکه پس های همون بانگ هاشون آب شپیدگی و رفتگی هستند. خوش به حالشان باور که همین وظیفه را هر کدامت باور کن در خانه اولین درجه بگذار که سحر از پاکیزه کردن پس دروازه اگر در سکسیه ها زندگی کنین، رفتن همون پدیزداتان این حتمی و ضرور است. اگر در خانه های محلی باشین پس های بانگ آب شپیده رفتن، به خدا قسم این آدم خیلی آدم ایماندار است، زیرا که تازگی این خودش از اسلام است. حبیب خدا میگوید که النظافه تدعو الى الایمان والایمان مع صاحبه فی الجنه. ببین، النظافه تدعو الى الایمان، نظافت، پاکیزگی این چی است؟ آدم ایماندار میخواند، با ایماندار آشنا هست تازگی و آدم ایماندار باشد همراه ایمان همراه صاحبش در جنت است. برای همین بسیاری بسیار در تازگی اهمیت دین، خصوصا حتی در لباس هاتون هم، در لباس پوشی هم. من جمعه پیشین یک حدیث را خواندم، شاید که اکثریت شما نشنیده باشین. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من کبر. کسی اگر در وجودش به منزله یک دانه ارزن اگر کبر داشته باشد، پروردگار او را جنت نمی درآورد. جنت بر آدم تکبر حرام است. آدمی که فخر میکند، آدمی که گردن بلندی دارد، ولی بسیارتر همین فخر گردن بلندی از همون آدم هایی که گوییم امروز صاحب دولت هستند، صاحب شرایط های خوب هستند، بسیارتر تکبری از اونها هست. آدمی کمبغل معلوم است که بیچاره ایش تکبری هم کردن نمیتواند. با چی تکبری میکنه؟ گفته حضرت عبدالقادر بیدل که تواضع زی گردن فرازان نکوست. اگر آدمی گردن فراز، آدمی که خدا دولتش داده است، پولش داده است، خانش داده است، خوش به حالش، ما طرفداریم. ما دعا میکنیم که خدای مهربان همه مسلمان ها را با دولت کند، صاحب ماشین کند، صاحب مثال پول و مال کند، صاحب خانه های بلند آشیانه شان کند. ما طرفداریم، اسلام هم طرفدار است. لیکن در برابر این قدر نعمت الله تکبری کردن، این خودش الک کفران نعمت است. این غضب پروردگار را بیدار میکند. حضرت بیدل همین را گفتن که تواضع ز گردن فرازان نکوست، گدا را تواضع خوی اوست. آدم گدا خودش الک با تواضع است. همین تواضع خاکساری آدم با دولت میزیبد. گفت حبیب خدا گفتن کسی در وجودش اگر به منزله یک دانه ارزن کبر داشته باشد وارد جنت نمی شود. فقال الرجل ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا و نعله حسنا. یک مردی از جاش خیست، بسیار فرمه های قیمت داشت، بسیار کرته قیمت داشت، گویم بسیار یک توفلی قیمت داشت. امروز جوان ها هستن که دوست میدارن که لباس های قیمت پوشند. مثلا با لباس آدمی با دولتی از میگه من لباس 50 سامانه را نمی پوشم، میلش خوش به حالش. این قیمت پوشیدن برای آدمی با دولت میزیبد.
بعضی آدم با دولتی هست میگوید که مثال برای من همین ماشین هایی که حکومت شوروی برآورده است معقول نیست، من میخوام بهترین بلندترینش تا سوار شم، حق توست، مرحمت، او برای تو حلال است، درست است، زیرا که شرایط تو به او میرسد. این زلالی ندارد. میگه یک مرد از جاش خیز که ای حبیبی خدا، این لباس هایی که من دارم $1000، این توفلی که من دارم از $500 بالا هست، لیکن فخر به این ندارم، فخر ندارم که لباسی من $1000 است و پای افضلای من $500 است. من به این فخر ندارم، فقط دوست می‌دارم که لباس قیمت در بر کنم. حبیبی خدا چی گفتن؟ ان الله جمیل یحب الجمال. حبیبی خدا گفتن خوش به حالت گفتن. دولت داری؟ گفت دولت دارم، بای به دولت هستم. گفت بای به دولت که باشی، گفت خداوند خودش خوشروی است، خوشروی ها را دوست می‌دارد. الله خودش گفت جمیل از زیبا هست، زیباها را دوست می‌دارد. گفت این لباسی تو گفت معنای کبر ندارد. الکبر بطر الحق و غمت الناس. حبیبی خدا چی گفتن؟ گفتن کبر این است که بطر الحق، در برابر فرمان پروردگار آدم سرکشی کند. خدا میگه نماز خوان، میگه نمیخوانم. الله میگه تو پولدار زکات ده، زکات نمیگوید. الله میگه ماه رمضان نزدیک شد، روزه بگیر، روزه نمیگیرد. سرکشی در امر پروردگار دارد. این کبر است. و غمت الناس، و مردم حقیر شماریدن. وقتی که دولت و سهولتش زیاد میشود، بعد مردم چیکار میکند؟ این مردم میگه دما شما یک مثل تاجیکیت میگن پوف پوفی بنده خاکی میگوید، یعنی مقصد که دیگر الله که از حد اعتدال میگذرد، دیگر فکر نمیکند که یک 10 سال یا 5 سال پیش کی بود وای خودش، اینشا فکر نمیکند. برای همین پاکیزگی این از ایمانداری هست. باید که خانه ها تا برادرای عزیز، بیرون های کوچه تان تازه باشد. باور کنین از اسلام است. ما شما را وقتی بها میتونم که اگر همون جویبار پسی دروازه تازه باشد. باور که همون هم ایمانداری است. ایمانداری نیست که تو 5 وقت نماز خواندی و با همون لباس های بویناک و چرکین و با همون خانه گویم پر از گرد و چنگ رفته خواب کنی، همین ایمانداری باشد. نه، این ایمانداری نیست. بازم این عبادت ها باید لباس تازه باشد. ما و شما امروز در تاجیکستان ما مختصر مشهور است، کتاب مختصر. همین صاحب مختصر میگد و فی سیاه بالبزلتی، در باب مکروهات نماز میگد حتی لباست اگر چرک باشد با اون نماز نخوان که نمازت ثواب ندارد. چرک باشد، اگر لباست بویناک باشد با اون نماز نخوان که نمازت ثواب ندارد. میگد صاحب مختصر میگوید. صاحب مختصر هم از کجا میگوید؟ از حدیث های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید. شما وظیفتان این است که پیش از جمعه آمدن حتی شما باید با صابون ها بدن هاتون شوین، آن چیزی که زیادیه که در وجود شما تازه کنین، تراشین، پرتاین، بدن هاتون خوشبوی کنین، آمده در نماز جمعه اشتراک کنین. انا این نشانه ایمانداری شما است. این وظیفه های پیش از جمعه شما هست. ولی در پهلوی بعضی نشسته نمیشود دیگر. یا جویره بدبو میکند، یا بدنت بوی میکند، یا همون پشمای زیر کشت مثال تازه کردگی نیست. یعنی مقصد در برت نشسته نمیشود. یالا که علامتی چی است؟ علامتی ضعیف ایمانی تو است. تازه کو بدن تا، پاکیزه کو. هر حالت مرگ به بالای تو می آید. مردشوی های را دیدم که تنقید کردن که زیر کشش تازه نیست، زیر نافش تازه نیست، طعنت میکنن، مرده تا طعنه میکنن. برای همین هر یک حالت مرگ به سراغ شما می آید. بدن هاتون تازه باشد، خانه هاتون تازه باشد، جای خوابی که میکنین همون جای خوابت باید تازه باشد. برادرای عزیز، این بسیار چیز مهم است. الحال امروز ما و شما در روزهای عید قرار داریم، میدانین همه. فردا پس فردا عید است. امروز مهمان های زیاد الحمدلله ما هم داریم. الان در مسجد ما هم نشستن. این مهمان ها را ما و شما حبیب خدا چی گفتن؟ من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه. کسی ایمان بر خدا و ایمان بر روز قیامت دارد مهمان اکرام کند. اکرام چیست؟ اکرام همون گوشت گوسفند آورده در پیش مهمان، شکم مهمان سیر کردن دست و خلاص؟ نه.
بلکه طبق تازه باشد، بلکه چاینکی چای تازه باشد، باید پیاله های همون چای میدادگی تازه باشد، باید دسترخوان تازه باشد، باید که همون دستمال هایی که در همون دسترخوان ها میپرتایین که برای یک معرکه کلان یک تا دارین، باید دسترخواناتون پر از دستمال باشد. امروز همه خراجات های به معنی در رفتین، همون 4 تا دستمال یافته نمیتونین. در یک دسترخوان کلان یک دستمال دور میگردد، هم به او دست میشوییم، هم به او بعد خوراک پاکیزه میکنیم، هم به او بعضی با شخصانی در همون جامعه پیدا میشود که با او با بینیش تازه میکنه، لبش تازه میکنه، با ما گرفته دست همون میشکیم. پنجشنبگی را میتونی 40 کرده میتونی، سال کرده میتونی، 4 تا دستمال خریدن میتونی. میتونی. ما امروز طلب میکنیم میتونی تو، ما گفتیم که نکن کردی. امروز ما در هر خانه که نشستیم طلب میکنیم که دسترخوان پر از دستمال کن، زورت میرسد، همه شرایط داری تو. اگر نمیداشتی این معرکات نمیکردی، نداری، هیچی نداری و با قرض قواله کردی سید. بگذار قرض کن، دستمال بخر، مردم تامین کن، قرض کن، میبینیم که کنی کی را زور میآید. آن امتیازهایی که اسلام دادود اجرا نکردی، مرحمت جفاش کشیدن بگیر. برای همین پاکیزگی از اسلام است برادرای عزیز. حتی ناخونهاتون نگاه کنین، پیش از نماز آمدن ناخون تا نگاه کن. در بعض معرکت در بری گویم یا یگان موی سفید هم باشد، موی سفیدار هم قهر نکند، موی سفیدار هم شکر خدا، اونا هم بنده خدا هستند، خودش نمیتواند باید دختر و بچهش تازه کند. در پهلوش میشینی یا بچه جوانه میبینی حتی ناخونها دویدگی، خوراک خورده نمیتونی. از کجا دیگر در او طبق پیغمبر خدا گفتند در طبق خورین، چقدر دست ها زیاد شود همون قدر در طبق برکات می شود. لیکن امروز دست هایی که ما داریم دیگر در او طبقات فیض نیست، برکات نیست. خدا رحمت کند حضرت علی رضی الله عنه را چی گفتند؟ گفتند خیر الاعمال ما یقبل الله تعالی منک. گفت برادرم عبدالله گفتند بهترین عمل نماز است، من با چشم و با سر قبول دارم، حق گفتند. لیکن من برای شما میگویم که بهترین عمل، حضرت علی جواب دادند آن عملی هست که یقبل الله تعالی منک، همون عملی هست که خدا اگر از تو و یک قبول کند. ببینین جواب، ببینین اگر ما نماز خوانیم و خدا قبولش نکند چقدر مشکل است. ما که امید داریم، این معنی را ندارد. این برای با یگان آدمی گمراه و غفلت یکی دستک نشود که شما نماز میخوانین ولی خدا قبولش میکنه یا نمیکنه. نه، ما امید داریم، امید داریم که انشاءالله نمازهای ما را خدا قبول میکنه. لیکن حضرت علی گفتند بهترین عمل، گفتند همان عملی هست که اگر او را خداوند از ما قبول سازد. سوال دهنده ها بسیار راحت کردند، گفتند ای علی، گفتند بهترین ماه کدام ماه هست؟ و خیر الشهور ما تتوب فيه الى الله تبارک و تعالی توبة نصوحا. بین حضرت عبدالله گفتند بهترین ماه رمضان است. حضرت علی هم جواب زیبایی گفتند بهترین ماه همون ماهی است که انسان از تمام کردارهای بد خود پشیمان شود و توبه به سوی خدا کند. از همه آن کردارهای ناخوبی که داشت، از همه آن ناسپاسی ها و آن فراموشی که خدا را کرده بود، بیدار می شود و به سوی خدا توبه می کند. آن ماه را حضرت علی گفتند بهترین ماه در پیش خداوند است. گفتند ای علی، گفتند پس بهترین روز کدام روز است؟ حضرت گفتند
ما تخرج من الدنيا الى الله تبارک و تعالی مؤمنا بالله. بهترین روز حضرت علی گفتن همان روزی هست که فرزند آدم از دنیا وقتی رخت سفر میبندد، وقتی که خداوند امانت همو جان از وجود او قبض میکند و ایمانی به خدا داشته باشد، این بهترین روز است. گفتن چه جواب زیبایی هم از جانب حضرت علی رضی الله عنه به گوش ما و شما رسید. فراموش نکنید بهترین عمل کدام عمل بود؟ همان عملی که خدا از شما قبول سازد. بهترین ماه همون ماهی که ما و شما توبه به سوی خدا کنیم. بهترین روز همان روزی هست که ما ایمانی به خدا داشته باشیم و بعداً جان به حق تسلیم کنیم. نام مبارکش علی بود. علی لقب داشت. حالا امروز ما و شما لقب گذاری میکنیم، لیکن این لقب هایی که شما در یک برادر مسلمان میمانید، قسم به نام خدا که در سوره حجرات لقب گذار آدم ظالم میگد خداوند. کسی لقب میگذارد لقب های بده که در راست آدم مسلمان ما و شما میگذاریم، لقب های نادرسته که امروز گذاشتن، نام های حیوان ها را میگذاریم، کردار های بده در یک آدم مسلمان وقتی میگذاریم، این گونه انسان ها را خدا در سوره حجرات از جمله ظالم ها میگوید. لقب مبارک حضرت علی اسدالله بود. اسدالله در زبان عرب اسد شیر میگن، شیر خدا. اسدالله. دیگر لقبی که حضرت علی داشتن مرتضی بود. مرتضی. دیگر لقبی که حضرت علی داشتن این حیدر بود. لقبهای او اسدالله، مرتضی، حیدر. بعضم این در عرب ها باز کنیت است. لقب دیگر چیز است، کنیت دیگر چیز است. کنیت حضرت علی ابوالحسن و ابو تراب بود. برای چه رسول اکرم این لقب ابو تراب به این علی گذاشتن؟ شاید حاضر وقتی ما گنجایش ندهد و جمعه های آینده من این لقب ها را برای چی در حضرت علی گذاشتن برای شما بیان می‌سازم. با حبیب خدا بسیار نزدیک خویشی داشتند. بین بابای رسول اکرم عبدالمطلب 10 زن داشتند. اون وقتا این معین شدگی نبود که یک مرد چند زن داشته باشد. پس بابای رسول اکرم حکایه میکنند که صاحب 10 زن بود، لیکن پدر رسول اکرم عبدالله و پدر حضرت علی ابو طالب از یک مادر بودند. از یک مادر بودند. پس معلوم شد است که حضرت علی بچه عمکی رسول اکرم است. پدر علی ابو طالب نام داشت، فرزند عبدالمناف. مادرشان فاطمه نام داشت، فرزند اسد. وقتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم 6 ماهه در شکم مادر بودند که پدرشان عبدالله از دنیا گذشت. پس آمینه مادرشان
در زیر تربیه خود گرفتن. 8 ساله بودن که در زیر تربیه عبدالمطلب آمدن باباشون. یعنی در 6 سالگی مادرشون گذشته بودن. از 6 سالگی تا 8 سالگی در زیر تربیه عبدالمطلب باباشون بودن. یعنی گیم از آغوش گرم مادر و پدر حبیب خدا محروم مانده بودن. و وجدک یتیما فآوی. خدا میگوید ما تو را یتیم یافتیم و تربیت کردیم. وقتی عبدالمطلب از دنیا گذشت 8 ساله بودند که پدری حضرت علی ابو طالب در تربیه خود محمد را گرفت صلی الله علیه وسلم. کتاب‌ها حکایه میکنند که آنقدر ابو طالب محمد را دوست می‌داشت که خود قسم میخورد که فرزندهای خودم را مثل محمد دوست نمی‌داشتم. آنقدر رسول اکرم دوست می‌داشت پدر حضرت علی ابو طالب. میگوید همیشه در پهلوی من چی شب و چی روز در پهلوی من خواب بود. کجایی که سفر میرفتم حتمی محمد را همراه خود میبردم. در تاریخ میگوید که بار 12 ساله شد حبیب خدا که ابو طالب هر سال یک بار طرف شام نیت تجارت میکردن. وقتی از خانه بیرون شد و با محمد پناه به خدا کرد که محمد من به سفر تجارت میروم تا بازگشت فرزند عزیز از خانه بیرون نشد. میگوید چشمهای رسول اکرم یکی من حلقه آب فرو گرفت و حبیب خدا میگوید در گریه در آمد که ابو طالب من یک لحظه از تو دور بودن به طاقت ندارم، مرا همراه خود به سفر بر. پدر حضرت علی ابو طالب میگوید دیگر طاقت گریه رسول اکرم نداشت. بچه 12 ساله بود و از دستش گرفت میگوید و به سفر رفتن. و یک منطقه رسیدن از دولت شام که نامی را بوسرا میگویند و یک بلندی کوه میگد با این محمد 12 ساله یک جایه میگد یک کوهی را پایان میشدم که در پایان یک راهب مسیحی یک گویم که اونها یعنی در یک کنج می نشستند شیخای همون مسیحی ها از پایان میگوید بسیار ما را نظارت کرد. وقتی ما نزدیک آمدیم این راهب که نام او را جرجیس میگویند، در بعض تاریخ ها بحیرا میگویند، که هیچ وقت میگوید ما دائم به پیش وی میگذشتیم، نه پیش ما میخیست نه ما را استقبال میگرفت. این دفعه میگوید ما را استقبال گرفت، قبول کرد و در بین ما میگوید چیزی را میکاف جستجو میکرد. پرسیدم ای بحیرا چی میکاوی؟ آمد میگوید به نزد محمد رسید و گفت ای ابو طالب انا همین جوانی که میبینی انا همین سید المرسلین است. این معجزه بود. این خداوند رحمت برای عالمیان میفرستد. این سرور میشود در بالای زمین و اگر باور نکنید کتف راست رسول اکرم میگوید کشاد در قسم پایان شانه به مثل گردی یک سیب یک مهر زدگی بود. این مهر نبوت است گفت، این پیغمبر است، این در کتابهای ما خبرش آمدگی است. از کجا فهمیدی تو؟ گفت ابو طالب. گفت وقتی شما همون کوه را پایان میشدین تمام سنگ ها و درخت ها او را سجده میکردن. این ما گفت با چشم دیدی سجدهش میکردن. برای همین از شما خواهش دارم که اینش تو به شام نبر که این دشمنش یهودی ها
در کتاب‌های ما می آید که اگر تو باید به شام بری شاید وای ضرری ببیند، پس گردان به مکه روانش کن. ابو طالب سخن این راهب قبول کرد و او را از نصف سفر پس گردان گفت خانه را محمد گفت. جلال الدین رومی هم خدا رحمتش کند یک قصه در باب ابو جهل میارد، در باب همین شهادت درخت و شهادت سنگ‌هایی که به رسول اکرم شهادت میدادند. افسوس که دلهای ابو جهل و ابو لهب خدا آنچنان سخت کرده بود. ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوة و لهم عذاب علیم. خدا در سوره بقره میگوید بندگان من اگر کسی را هدایت بکنم در چشمهای اونا پرده میزنم که حقیقت را نمیبینند، در گوشهای اونا پرده میزنم که حقیقت را شنیدن نمیخواهند. خدا میگوید ابو جهل و ابو لهب و این ابن مغیره و اینا هم از جمله اونها بودند. جلال الدین رومی در مثنوی خود میآورد این قصه را که سنگها اندر کف بوجهل بود. گفت ای احمد بگو این چیز زود، گر رسولی چیز در دستم نهان، گر خبرداری زیراز آسمان. بوجهل میگوید ابو جهل در دستش میگوید یک چند دانه سنگچه را میگوید پنهان کرد و در پس پشتش گرفت. گفت اگر تو رسول باشی، اگر تو خبر آسمان داشته باشی کنی خبر بده در دست من چیست؟ حبیب خدا به این آدم ابله نظر کرد و گفت چون تو خواهی بوجهل در دست چیست؟ گفت چون خواهی بگویی کان چی هاست یا بگوید آن که ما حقیم براست. گفت ابو جهل میخواهی که این من گویم در دست تو چیست یا طرز دیگرش گویم؟ میخواهی که آنچه در دست داری وای گوید که من کیستم؟ میخواهی؟ گفت حبیب خدا گفت میخواهی که من گویم آن چیست یا آنچه در دست داری وای تو را گوید که من کی هستم؟ گفت بوجهل این دوم نادرتر است. گفت آره حق از آن قادرتر است. ابو جهل گفت همین دومش بسیار نادر است. گفت همین دومش میخواهم، مقصد آنچه در دست دارم آنها گویم که تو کی هستی، این نادرتر است. گفت حبیب خدا گفت بوجهل پروردگار از این هم قدرت بلند دارد. گفت از میان مشت او هر پاره سنگ در شهادت گفتن آمد بیدرنگ. لا اله گفت الا الله گفت گوهر احمد رسول الله سوفت. جلال الدین رومی میگوید یکی از بین همین مشتهای ابو جهل سنگها میگوید در سخن آمدن و همگیش لا اله الا الله محمد رسول الله گفتن. همه شهادت دادن که ابو جهل این مرد زیبایی که در پیش تو این سید المرسلین است، این رحمت عالمیان است، این فرستاده پروردگار است. چون شنید از سنگها بوجهل این، جلال الدین رومی میگه وقتی که بوجهل خودش که صدای این سنگها را میشنید، چون شنید از سنگها بوجهل این زد ز خشم سنگها را بر زمین. سنگها را از خشم در زمین زد که شما هم ناحق هستید، شما هم نادرست میگویید. رسول را استونی حنانه بشناخت، ابو جهل آدمی و دشمنی ساخت. یک چیزی به زبان رسول الله را شناخت، ابو جهل نمیشناسد. برای خدا را هدایت نکرده بود. خدا در دل او مهر کفر زدگی بود. او باید رسول اکرم نمیشناخت. او باید دشمنی سرسخت خدا پیغمبر میشد. خدا را نور هدایت مشرف نگردانده بود.
ابو طالب حبیب خدا محمد صلی الله علیه و سلم پرورش میکردند. کتاب ها میگوید 40 سال رسول اکرم در زیر پرورش و حمایه ابو طالب قرار داشت. 40 سال. تصور کنید که دوره های پیغمبری رسول اکرم هم ابو طالب حیات بودند. چند سال پیغمبری که دعوای پیغمبری که پیغمبر ماند، ابو طالب حیات بودند، زنده بودند. مردم پیش او به خاطر که آبروی ابو طالب بلند بود شکایت می آمدند که پیش این راه بچه عمک بگیر، پیش محمد بگیر، لیکن وای پشتیبانی میکرد، پیش وای گرفتن نمیتوانست. مادر علی فاطمه نام داشت که در خدا رحمت کند سیوطی را در جامع الکبیر خود میآورد که وقتی مادر علی از دنیا گذشت، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بالای سر مادر علی آمدن نشستند، گفتند خدا تو را رحمت کند، زیرا بعد از مادرم تو بودی. زمانی بود که تو گرسنه میگشتی و ما را سیر میکردی، زمانی بود که ما را جامه میپوشاندی و خودت عریان بودی، زمانی بود که نفس خودت را از خوراکهای با لذت منع میکردی و ما را خوراکهای با لذت میدادی. بالای سر مادر حضرت علی رسول اکرم این سخنها را گفت و فریاد زد اسامه را، فریاد زد ابو ایوب و فریاد زد عمر، فریاد زد 2 فرزند اسود رفته قبر این مادر من فاطمه را کنیم. وقتی به لحد رسیدین مرا فریاد زنید. وقتی این دوستای خدا کندن تا لحد آمدن، گفتن رسول اکرم ما تا لحد آمدیم. حبیب خدا میگوید، سیوطی میگوید که خودش میگوید لحد فاطمه مادر علی را خودشان به دست خودشان کندن. وقتی تمام کردن خاکها را میگوید از داخل قبر با دستش میپرتافت و در داخل لحد میگوید همتا به پشت دادن رسول اکرم در قبر فاطمه مادر حضرت علی. گفتند خداوندا تو هستی آن ذاتی که مرده را زنده میکنی و زنده را هلاک میکنی، تو هستی آن ذاتی که همیشه زنده هستی، هرگز نمیمیری. خدایا به سوی تو دعا میکنم که مادر من فاطمه را ببخش. خدایا دعا میکنم که انا همین لحظه که من خوابم این را به باغی از باغهای جنتت مبدل گردان. خدایا قبر این مادر من فاطمه را وسیع گردان. دعا کردند، از قبر بیرون شدند. آمد نگاه به خانه فاطمه و همون پیراهن خودش بدل کرد. دو 3 بار این مادر من فاطمه را غسل دهید. 3 بار شستند. این پیراهن مرا پوشانین، از بالاش بد کفن کنین. همچنان هم کردند. آمد نگوید جنازش حبیب خدا خواندن و بعد از آن فریاد زد عباس همراه ابوبکر که هر 3 ماه تو این مادر من فاطمه را در لحد جای میکنیم. شما تصور کنید که چه دستهای مبارک، چه دعاهای مبارک در حق مادرمان، در حق مادر حضرت علی فاطمه از جانب رسول اکرم شده بود. زیرا غمخواری مادر علی هم نسبت رسول اکرم خیلی زیاد بود. لیکن فقه اکبر که از عقاید، از عقیده حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه صاحب مذهب ما و شماست میگوید و والد رسول الله صلی الله علیه و سلم مات علی الکفر و عم رسول الله صلی الله علیه و سلم ابو طالب مات علی الکفر. پدر و مادر رسول اکرم در دوره جهالت گذشتند، ایمان نبردند و مادر علی با ایمان گذشتند. پدر او ابو طالب ایمان نبردند. انشاءالله من برای شما بیان میکنم برای چی ابو طالب ایمان نبرد، برای چی اینقدر رسول اکرم در حالت نزع جان ابو طالب حضور داشت.
پرسید ابو طالب قل لا اله الا الله اشهد بها عند الله. عمک ابو طالب اینقدر تو در حق من مهربانی ها کردی، یک بار بگو لا اله الا الله، همین کلمه را حجت کنم روز قیامت شفاعتی تو را از خدا طلب کنم. یک بار بگو. زاره میکرد. یکی نزد او دو دشمن خدا نشسته بود، یکی ابو جهل، دیگر ابی ابن خلف ابن مغیره بود. اونا میگفتن یا ابو طالب اترغب عن ملت عبدالمطلب. اونا از اونجا دلالت میکردن ابو طالب از مرگ میترسی؟ تو دین عبدالمطلب دین بابا که بت پرستی بود، بت پرستی را یک طرف میگذاری و همین دین محمد قبول میکنی؟ این گونه معامله در حالت همون سکرات حضرت ابو طالب بود. ایمان برد یا نبرد؟ من برای شما انشاءالله جمعه آینده مفصلا بیان میکنم. فقط اینقدر میگویم که بسیار غمخواری های پدری حضرت علی و مادر او فاطمه به حبیب خدا بسیار رسیدگی هست. برای آدمای مسلمان حق نیست که در حق آدمانی که مشرک از دنیا گذشتن دعا کنند که خدا آنها را مغفرت کند، زیرا رسول الله را خدا اجازت نداد. در بیهقی و در حاکم و در مسلم میگذرد که عبدالله ابن مسعود میگوید بار با حبیب خدا در کنار یک قبر نشسته بودیم، رسول اکرم آنچنان گریه سخت کرد که من هم گریه کردم. پرسیدم ای رسول اکرم چرا گریه میکنی؟ گفت این قبر که میبینی قبر مادر آمینه هست. استاذنت ربی ان استغفر لامي فلم یأذن لی. از پروردگارم زاره کردم که پروردگارا اجازتم نمیدی که در حق مادرم طلب مغفرت کنم. خداوند گفت نه، گفت در حقش طلب مغفرت نکنم. و استاذنته ان ازور قبرها فاذن لی، رواه مسلم. لیکن اجازت گرفتم که خداوند اجازتم میدی که قبر مادر من هر روز زیارت بیام. گفت اجازت برای زیارت هست لیکن طلب مغفرتش نکن. این از موضوع هر یک آدم مسلمان که آدمی که از دنیا مشرک و بیدین میگذرد در حق امت دعا کردن میتونیم که خدا را رحمت و مغفرت کنه، زیرا الله ما را رخصت نمیدهد، اجازت نمیدهد. خداوند عاقبت همه ما و شما را بخیر کنه. خدای مهربان محبت این چهار یار حبیب خدا را در دل همه ما و شما جایگیر گرداند. خدایا بهترین نعمت هدایت است. خداوند اصلا از ما و شما سلبش مگرداند. و تا جمعه آینده خدا همه ما و شما را در حفظ امانش نگه دارد. آمین یا رب العالمین. اگه اعلان از برادر عزیز درباره همین گذاشتن ماشین ها، خواهش من چندین بارها خواهش کردم، راستی بار نمیدانم شما برای چی قدردانی نمیکنین یا برای چی مثال به خواهش ما نمیرسین. چقدر گپ، چقدر مثال گوییم، سخن شنیدن، چقدر آدم ناراحت کردن از پشت همین ماشین های شماست. به این خاطر باز خواهش میکنم برادر عزیز، در آمدن همین مسجد در همون نزدیکتر همون پلداوشی که میگویم در همون جا یک میدان کلان دارد. خیلی به همون 20 درم یا 50 درم همون آدم اولی ما تا حال نگفتیم، همون به پول ماشین شما را نگاه میکنن، همون را از راه کنار گیرید، همین راه ها را خالی نمید، راه ها را آنچنان بند میکنید که دیگر ماشین ها گذشته نمیتونند. برای این بسیار برای ما یک آگاهی شد. بسیار گوییم که این برادرها را حتی فریاد زده و مثال محاکمه کردن به خاطر همین ماشین هایی که در اینجا میگذارند. در هر جا کناره مانیم برادرای عزیز. خدا همه شما را در حفظ امانش نگه دارد. خدا همه شما را ماشیندار کند. ما ماشیندار بودن شما را طرفدار، همه شما را خدا به دولت کند. یک ماشین صاحب 3-4 ماشین شوید. لیکن هر یک چیزی که من برای شما میرسانم همون اجرا کنین، اون به فایده هم ما هم فایده شما هست.
یک برادر از پیست مزار یک مبلغ آورده است اینجا که در حق من دعا کنید. یک برادر دیگر هم اینجا یک مبلغ داده است. حاجی نعمت الله در حق پسرش یک مبلغ داده است. خدا این فرزنده را توفیق و هدایت نصیب کند. یک گروه برادران کاغذ آوردند. این کاغذهایی که در زیر عمارت های نوکو تمام کردیم، این عمارت کونگی پیشینه را قسم بالاش خدا نگه داره برادر حاجی عزت الله و برادر عبدالله و برادر مولانا بهرام از مگزین های قاریا و حاجی حاکم و بسیار از برادران دستی بار خیلی نفرهای زیاد. باز خواهش میکنم که اگر باشد همون کردان هاتان بیارید، قسمی همون پایان ماندگی است و این جایی که خود می نشینیم اینجا هم نداره. همین را در زیر پای همین مردم میگذاریم. این هم یک محافظت گویم از خنکی و از سردی می شود و فایده برادر مسلمان است. انشاءالله خیلی پاداش کلام به خدا قسم پیشگاه خدا را میگیریم. خدا همه برادرها را برای این خیر احسان هاشان در حفظ امانش نگه دارد. بابای استاد شریف نبیرش بیمار از خدا شفای کامل نصیبش کند. در حق بابای پیر احمد